کوتل در بالا یک خانه بود که بسیار بلند هستند. سر کوتل ایرا در خانه بریالی میرا نگهداری میکنن. متحرکات دادیم سن کوتل که رسیدیم دختر تسلیم کردیم به بریالی نام. همین دختره که 5 ساله 6 ساله که یا اختطاف کرده بودن همراه خود آوردن داخل خانه ما شدن. ما گفتم میره نگاه کردن نمیتونم، این مسئولیت داره دیگه. این فرید است. گفت چرا قمی ترسی بزدل هستی؟ خانه بریالی مرا قلف کردن کدم دخترک گفت که نه آوتا بر کس میاره بریالی میاره. خب مدت 2 شب و 2 روز یاد ایجا تیر کردن در خانه ما. بعد از او که ما زنگ زدم میرفتم زیاد به یکی طفلک مریض است و مادر خود زیاد یاد میکنه. بریالی بسیار بر خطا بود. در دقیقه ما زنگ میزد وضعیت دختر خراب است. دختر خراب است. دروغ. دختر جور تیار بود. آخر گفت که بعد من نگاه کردن نمیتونم میره ببریم. تاریخ 2 سور بود 5:30 بجه همراه آقا یک دو دانه تفلک خوردم دستید پشت سر موتر آقا شتگی بود. آمدن تفلک از اینجا نقل دادن و ما و فرید دو زدن گفتن شما از هیچ کاری نیستی. حرکت کردن رفتن. باز ما گرفتیم دختر بردیم. ما بردم چی پشاور گفتم ببریمش پشاور. ما پاسپورت داشتم گفتم سابق میماندش تو کار گفتم میبرم به بانی مریضی گوتل میگیریم قرار یک ماه جمعی باشم کاتش. باز ما که در تورخم رسیدم تورخم پلیسای پاکستان گفت که عکس طفل در پاسپورت نیست ما اجازه نمیدیم. بازی طفلک ما پس بازگشت کردم آمدم کابل. روز بعد سید مصطفی کودک ربوده شده را به خانه خواهرش در منطقه دارالامان انتقال می دهد که در آنجا پریسا را دختر خیاشنای خود معرفی می کند. آوردم به طفلک بعد دیگر روزش خانه همشیریم فهیمه. برای گفتم دختر خیاشنی است. خیاشنی ولادت کرده. این دخترک اذیتش میکنه و یک طرف وضعیتش خراب است. میگه چند روز اگر نگاه کنی گفت یه درک دیگه نیست من نگاه میکنم. یا آمدن خانه خودش رفت. ما آوردم خانه و آمدن چاشت نان مانا برشان تیار کردن. برشان گفتم این دختر نشناختم. گفتم کی است؟ گفت دختر نیلوفر است. نیلوفر کی است؟ نیلوفر خیاشنیش است. به خاطر کودک نمیره صفا دختر ما اونجا برده بودم پیش از او بود. باز ما که چی دمی جریان گپ میزدیم که دکتر فراد ما از طریق پیامک یا SMS موبایل یک پیام گرفتیم که دکتر فرهاد اگر میخوای دخترت زنده میخوای 3 لک دلار آماده کو و ای تقاضای پول شده از ما. و بالاخره به اساس همو مذاکرات یعنی که بین به خاطر پول بود بسیار زیاد فوق العاده سر ما فشار آمد و تانستیم اونا را قناعت بدیم تا یک مقدار پول کمتر کنن. بالاخره به 105,000 دلار امریکایی اونا موافقه کردن. بالاخره اول 3 لک روپیه تلبیستیم با 3 لک که ما چند زد بالاخره 1,05,000 دلار روزی شد. و یک روز قبل از او بر ما یک کلیپ ویدیوی دخترک ما ارسال کردن که او دخترک بسیار آزارزاری میکرد که من باید از حالت نجاتش بدم. حالت خوب هستن یا مرا ببر من اینجا تقاضی مادم شد خوب هستن حالت خوب است بیتونم خوب است خورم خوب است. باز روز 6 سور وقتی که ما پول برشان آماده کردیم اونا تقاضا کردن از خودم که باید این پول برشان شخصا خودم ببرم. ازم خواستن که تنها بیایم برم و وقتی که گفتم من خوب موتر ندارم از چی استفاده کنم گفتن تاکسی بگی. هر خواهش کردن برشان همون رقم اجرات کردم. مرا گفت خیبر تو را میبرم از این زیادم پیسه را بگی تو یک چیزی پیسه میتیم که قرض گفت که قرض مرز تام بتی که قرض آرام هستی بتی. مرا زنگ زدن که بیاد از چارایی دیمزنگ. وقتی که به دیمزنگ رسیدم برشان پیامک ماندم که من رسیدم به دیمزنگ. گفتن بیاین پیش پانتون دنیا. اونجا رفتم گفتم رسیدم. باز خواستن که من از موتر پایین شوم و نمبر پلیت موتر تاکسی را برشان SMS کنم. این کار را هم کردم.